ورزشی ارتوش حاصلات استقلال و خوجند روشن و ایست روشن و همچنین درباره بعضی از تغییرات ها گفتیم دوستانی عزیز مخصوصا در هیئت دسته وخش درباره فتولوف اگر بگوییم که احمدزاده و بهرام طاهری هستند و اصلالدین تقاєв باشد داوری چهارم. دسته اسخط دسته که موسم گذشته در خوب اکنون وقت شد و صدای اشتراکی داور هم بلند گردید. بازی نخستین دسته در موسم در لیگ عالی مملکت شروع شد و در بازی امروز هم حالا بازیگران اسخط در هجوم قرار دارند. امکان برای زدن اول ضربه اول بود که برایش تا جای مبارزه می‌بردند با اون رسیدن نتوانستند. حالا خصوص دسته وخش اول قدمی اول خود را در موسم گذاشتند. بعد یک برخوردی به نهایت سخت اوسه برداشت با کنار میدان می رود برای دیدن اکران ور بازیگر برمیگشت و پنالتی شویند. ضربه جانبی دروازه از او امکان داشت. هجومی دسته اسخط امکانیت و فرصت نوبتی هم از دست می رود. برطرف می شود و یک ضربه دیگر اما اینجا از کنار ادامه و بعد حمله ارسال به داخل جریمه گل امکانیت ضربه و گل. وخش حساب را میکشاید. بله اینجا با زدن از اولین فرصت خوبی خود بازیگران وخش استفاده میبرند. ارسال را ببینید توپدار با مرکز جریمه گل با آنجایی که بوس یک هجومی خوفناک دیگری بازیگران وخش مرکز جریمه گل و فرصت از اینجا برای زدن ضربه است. تقایزاده ارسالی او ضربه با ضربه سیف نوبتی دروازه‌بان عزت الله ترسونو. سنجر اسخباєв در داخل جریمه گاه یک کس را فریب داد. پرتاب بلندی او موقع برای با سر ضربه زدن اما پرتاب بلندی او توپ در میدان باقی ماند. بله زاقف موفق شد و ضربه عالی رو میبینیم بیکاتال بارگرد از کنار دیگر بار حمله دستش رو او آغاز میکند. پس به داخل جریمه گاه امکانیت برای وخش برای زدن گل دوم و گل دوم هم زده میشود. بله 2-0. ببینید از این موقع چگونه پاس داد این فوتبال بازم دسته خود رو یک به یک برآورده اما از این حالت استفاده کرده. پس او با مرکز حالت یک به یک با دروازه‌بان نوردین امرخولوف فلک در داخل جریمه گاه قرار دارد. ضربه او و چگونه نشان داد به دروازه‌بان که با کنار ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه و توپ در دست دروازه‌بان و توپ را به رقیب داد و اینجا بعد ضربه زده حمیدالله عبدالحمیدов تو با دست سیاوش اسرارov رسید. حالا چی؟ صدای اشتراکی داور را شنیدیم. ضربه را هم دیدیم به مرکز دروازه و سیاوش اسرارov سال گذشته احسان باباєв بنجامین بازیگزاری نوبتی موقع برای زدن ضربه تا نوردین امرخولوف پس او ضربه و گل. حساب اکنون 3-1 اما کمک داور برقچه خود را بلند میکند و اینجا اشاره به سرعت را میبینیم از کنار اینجا بازیگر آزاد است. پس داده میشود و ادامه حمله دسته وخش ارسال نوبتی به مرکز جریمه گل و با نوبتی محمد نسکف حرکتی و به مرکز ادامه مییابد هجوم نوبتی دسته وخش. این دفعه شاید اکنون حمله‌گری این دسته به زدن گل دست یابد. بله گل سوم دسته وخش زده می شود اخیراً از جونی سنت الله. ضربه نوبتی در اجرای او توپ راست جانبی دست بازیگران عکس الهجوم نوبتی وخش را میبینیم. پس به کنار نوردین امرخولوف میتواند در حالت افساید باشد. ارسال او به مرکز جریمه گاه و توپ در دست حمیدov و توپ را گرفت. حالا اکنون این دفعه حمیدالله یک کس را فریب داد. ضربه او از مسافه دور. هجوم دیگری فوتبال بازان اسخط امکانیت جایش حمیدالله عبدالحمیدov بلند به داخل جریمه گاه و توپ در دست دروازه‌بان.
با همین اکنون صدر شد که داوری مرکز بلند میشود. بینندگان عزیز وضعیت دسته بخش با همین خوب گل ها حساب 3-1 شد و دسته بخش به اولین پیروزی خود در دور اول در لیگ اولی رسید در برابر